بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های مهربان، سلام بر شما. آیا واقعا شاد بودن به شرایط زندگی ارتباط داره؟ ما میخوایم که امروز یکی از بخش های ساده این کتابه، اما 7 نکته حساسی که داره برای شما به طور خلاصه بیان کنم که واقعا غم ها را از ما دور میسازه و شاد بودن را برای ما نزدیک. نکته اول، از چیزهای کوچک زندگیتان لذت ببرید. بیشتر آدم ها فکر میکنن وقتی پولدار شوند، خانه بخرن یا با آرزوهای بزرگشان برسن، آن وقت خوشحال میشوند. اما نویسنده این کتاب میگوید اگر منتظر آن روز بمانی، ممکن است هیچ وقت طعم واقعی زندگی را نچشی. خوشبختی در لحظه های ساده پنهان شده. نوشیدن یک پیاله چای، دیدن طلوع آفتاب، خندیدن با خانواده، قدم زدن در هوای تازه یا شنیدن صدای باران. این لحظه های کوچک شاید عادی به نظر برسه، اما همین ها زندگی را زیبا می سازه. اگر همیشه دنبال اتفاقهای بزرگ باشی، از صدها لحظه قشنگی که هر روز در اطرافتان وجود داره غافل میشی. آدم هایی که از چیزهای کوچک لذت میبرن آرامش بیشتر دارن. پس برای خوشحال بودن لازم نیست همیشه منتظر فردا یا یک معجزه باشی. گاهی کافی است همین امروز به نعمت‌های کوچکی که داری توجه کنی و از آنها لذت ببری. همین نگاه ساده میتونه کیفیت زندگیتان را تغییر بدهد. نکته دوم، موفقیت‌های زندگیتان را جشن بگیرید. بیشتر ما عادت کردیم فقط به هدف بعدی فکر کنیم. به محض ای که به یک موفقیت برسیم، بدون اینکه از آن لذت ببریم، دوباره نگران قدم بعدی میشیم. همین باعث میشه که احساس کنیم هیچ وقت به اندازه کافی موفق نیستیم. این کتاب میگوید که هر پیشرفت ارزش دیده شدن دارد. فرق نمیکنه یک کتاب را تمام کرده باشی، یک مهارت جدید را یاد گرفته باشی یا فقط یک روز سخت را با موفقیت پشت سر گذاشته باشی. اینها هم موفقیت هستند و باید از بابت آن افتخار کنید. جشن گرفتن همیشه به معنای مهمانی بزرگ نیست. گاهی کافی است از خودتان تشکر کنید. غذای مورد علاقه‌تان را بخورید، کمی استراحت کنید یا لحظه به خودتان بگویید که آفرین، این قدم را خوب برداشتی. وقتی موفقیت‌های کوچک را می‌بینی، برایشان ارزش قائل میشی، اعتماد به نفست بیشتر میشه. با انگیزه بیشتر به سمت هدف‌های بزرگتر حرکت می‌کنی. موفقیت‌ها از همین قدم‌های کوچک ساخته شده، نه فقط از دستاوردهای بزرگ. نکته سوم، به خاطر داشته‌هایتان شکرگزار باشید. خیلی وقتها آنقدر درگیر چیزهایی هستیم که نداریم. فراموش میکنیم نعمت‌هایی که همین حالا در زندگیمان وجود دارند نگاه کنیم. سلامتی خانواده، دوستان، آرامش، فرصت یادگیری یا حتی روزهای خوب. همه اینها از نعمت‌هایی هستند که شاید عادی به نظر برسند، اما ارزش زیادی دارند. نویسنده میگه وقتی همیشه روی کمبودی‌ها تمرکز کنی، احساس نارضایتی خواهد داشت. اما وقتی برای داشته‌هایتان شکرگزار باشید، نگاهتان به زندگیتان تغییر میکنه و احساس آرامش و رضایت بیشتر پیدا میکنید. شکرگزاری به این معنی نیست که دیگر برای پیشرفت‌ها تلاش نکنید، بلکه در کنار تلاش برای بهتر شدن قدر چیزهایی را که امروز دارید هم بدانید. این یک تمرین ساده است که هر شب قبل از خواب 3 نعمتی را که در آن روز داشتی به یاد بیاری و بابت آن شکرگزار باشی. این عادت کوچک کم کم ذهن شما را از تمرکز روی کمبودی ها به دیدن زیبایی ها و نعمت های زندگی تغییر میده. نکته چهارم، زیاد لبخند بزنید. لبخند زدن شاید کار ساده به نظر برسه، اما تاثیر بزرگی روی حال خودتان و اطرافیانتان داره. وقتی لبخند میزنید، احساس آرامش و انرژی مثبت بیشتری پیدا میکنید و ارتباطتان با دیگران هم صمیمیتر میشه. نویسنده این کتاب میگه لازم نیست همیشه منتظر اتفاقهای بزرگ باشید تا لبخند بزنید. گاهی یک گفتگوی خوب، دیدن یک منظره زیبا، بازی با کودکان یا حتی یادآوری یک خاطره شیرین دلیل کافی برای لبخند زدن است. لبخند به این معنی نیست که زندگی هیچ مشکلی نداره، بلکه با وجود سختی ها هنوز هم میتونی زیبایی های زندگی را ببینی و اجازه ندی مشکلات تمام شادی شما را از بین ببره. پس کوشش کنید بیشتر لبخند بزنید. شاید این کار فقط چند ثانیه طول بکشه، اما میتونه حال خودتان را بهتر کنه.
و حتی روز یک نفر دیگر را هم زیباتر بسازد. نکته پنجم، خودتان را غرق ناز و نعمت کنید. بیشتر ما همیشه در حال کار کردن، رسیدگی به دیگران یا دنبال کردن مسئولیت ها هستیم، اما خودمون را فراموش میکنیم. نویسنده این کتاب میگوید اگر هر روز گاهی به خودتان هدیه بدهید یا کاری انجام دهید که حالتان را خوب کنه، احساس شادی و انرژی بیشتر خواهد داشت. این کار میتونه خیلی ساده باشه، مثل خریدن کتابی که دوستش داری، نوشیدن یک قهوه یا چایی که مورد علاقه تو است، رفتن به طبیعت، استراحت کردن یا انجام دادن کاری که از آن لذت میبری. لازم نیست هزینه زیاد داشته باشد. مهم این است که به خودتان بگویید من هم ارزش مراقبت و توجه را دارم. وقتی گاهی خودتان را مهمان یک حال خوب میکنید، انگیزه، آرامش و اعتماد به نفستان بیشتر میشه و با انرژی بهتری به زندگیتان ادامه میدید. نکته ششم، برای خودتان شادی بیافرینید. خیلی از آدم ها فکر میکنن شاد بودن به شرایط پول یا رفتار دیگران بستگی دارد. اما نویسنده این کتاب میگوید شاد بودن یک انتخاب است و تا حد زیادی به خود ما وابسته است. برای خودتان کاری انجام بدید که دوست دارید. با آدم های مثبت وقت بگذرانید. چیزهایی که دوست دارید بشنوید، کتاب بخوانید، به طبیعت بروید یا زمانی را فقط به خودتان اختصاص دهید، چرا که همین کارهای ساده میتونه حال دلتان را تبدیل کنه. شاد بودن از کارهای کوچک شروع میشه، نه از اتفاقهای بزرگ. وقتی یاد میگیرید که خودتان را چگونه شاد نگه دارید، از وابستگی به دیگران دور میشید و این کار باعث میشه که شما همیشه خوشحال باشید و با آرامش و امید بیشتر زندگی کنید. و نکته هفتم، هر روز یک کار خیر انجام بدید. لازم نیست کاری بزرگی باشه. گاهی یک لبخند، یک جمله دلگرم کننده، کمک به یک نیازمند یا حتی گوش دادن به حرفهای یک دوست میتونه یک کار خیر باشه، چرا که وقتی با دیگران خوبی میکنید فقط زندگی آنها بهتر نمیشه، بلکه خودتان هم احساس آرامش، رضایت و ارزشمندی بیشتر پیدا میکنید. مهربانی مثل یک زنجیر است. یک کار کوچک شما میتونه الهام بخش به دیگران باشه تا آنها هم به افراد بیشتر دیگر کمک کنند. برای انجام یک کار خیر لازم نیست که زیاد پول داشته باشی. مهم نیت خوب و قلب مهربان شما است. حتی ساده ترین کارها هم میتونه تأثیر بزرگی در زندگی یک نفر بگذاره. همین عادتهای کوچک هم دنیا و اطراف شما را زیباتر میکنه. دوستان عزیز، سپاسگزار از همراهیتان. امیدوار هستم که این نکات برایتان الهام بخش بوده باشد. تا موضوعات آینده ساز دیگر، خدا نگهدار.